سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به چینل یوتیوبی بابک. خداداد علیزاده هستم. دوستان عزیز، امروز مرتبط با موضوع درآمد و خرج یک ماه برای یک کارگر عادی را برای شما دوستان عزیز در برنامه امروز در کشور امارات متحده عرب یا دبی به معرفی میگیریم که ما دوستان عزیز در بخش درآمد، مصرف اتاق، مصرف نان خوراک و سایر موضوعات در برنامه امروز با شما صحبت میکنیم. پس تا آخر بیننده برنامه امروز ما باشید و چینل یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، امروز صحبت میکنیم که در کشور امارات متحده عرب ما افغان ها یا سایر مردم که به گونه عادی درآمد داشته باشیم چقدر مصرف ما هست و تا چه اندازه ما میتونیم پس انداز بکنیم. دوستان عزیز، افغان های عزیز ما که امروز در کشور امارات متحده عرب است، بیشتر از اینا مصروف کار شاپینگ هستن یا خرید و فروش پرزجات موتر و یک تعداد هم مصروف بعضی از برنامه های موبایل فروشی و سایر موضوعات دیگر در شارجه، دبی، ابوظبی و سایر شهرهای امارات متحده عرب می باشد. دوستان عزیز، اگر ما یک کارگر عادی را در نظر بگیریم به حساب ماش ماهانه امروز دوستان عزیز برای یک کارگر عادی از 1800 درهم هست تا با بالاترین سطحش که 2500 درهم می باشد. این هزینه کارگر یک عادی و یا مو به حساب روز که هست، به گفته بعضی ها حساب کارگرایی که اکثریت چیزی قیاد ندارن ولی تا حد خوب هست، به حساب کارگری و یا به حساب شاگردی بین 1800 درهم تا 2500 درهم. بخش بعدی دوستان عزیز کسایی هستن که شاپینگ هستن، کارهای خرید فروش میکنن. اینا درآمدهای از اینا متغیر هستن، اما ما تعدادش در نظر میگیریم. تعداد اوسطش که ماهانه اینا بین 1800 درهم تا 4500 درهم اینا درآمد میکند که مهمترین موضوع هم همین دو بخش طبقه کارگر در کشور امارات متحده عرب در برنامه امروز هست. خب دوستان عزیز، یک کارگر عادی، حالا میایم مصرف طبقه اول که بین 1800 تا 2500 درهم که حساب یا حسابدار هست و یا در یک رستوران مدیر هستند و یا کاری ثابت داره را به معرفی میگیریم. خب دوستان عزیز، اکثریت کارهایی که ما کار میکنیم نان چاشت معمولا اینجا بالای خود کارگر هستند، چون اینجا اکثریت برنامه ها طوری هست که چاشت مثلا اگر دفتر هستیم و یا مثلا در کدام مغازه هستیم تعطیلات داریم تا 2 بجه 3 بجه وقفه بعد از ظهر، جز رستوران ها اینا مصرف دارن. مصرف یک ماه از اینا از لحاظ اتاق هستن دوستان عزیز. یک تعداد افغان های از ما اینجا کلا اتاقای شیرینگ یا به شراکت یک اتاق میگیرن. یک اتاق به حساب سالانه و به ماهانه حساب بکنیم 1800 درهم کل مصارف یک هزینه اتاق که شامل آب، برق، اینترنت و شامل گاز هستن را می باشد که در اینجا حدوداً 5 نفر بیشتر زندگی کردن نمیتونه و در بعضی جایها 6 نفر تا 8 نفر که معمولا هزینه اتاق بر یک نفر اینجا ماهانه میآید به حساب 300 درهم تا 400 درهم و این شد مصرف اتاق یک افغان ما که در اینجا با عنوان کارگر کار میکنه. مصرف نان و خوراکش در نظر بگیریم دوستای عزیز. مصرف نان خوراکش چقدر هست؟ نان خوراک هم اینجا بیشتر شراکت هستن و به حساب نوبتی دیگ میکنن، به حساب نوبتی کارهای اتاق انجام میدن که ماهانه حساب میکنیم بین 300 تا 400 درهم پول اتاق ببخشید پول مصرف غذا می 350 تا 400 درهم مثلا حق اتاق سرش می با برق و گاز و وای فای
و 350 تا 400 درهم هم در مجموع نان و خوراک از نمیه. در مجموع چقدر شد؟ بین 700 تا 800 درهم از حساب نان، از حساب اتاق وطندار ما و شما در دبی مصرفش میشه. در مجموع 800 درهم. خب میمانه بعض موضوع دیگر، مثلا 50 درهم هم کردیت که ما در یک ماه و یا بیشتر تا 100 درهم استفاده میکنیم و خاطر بعضی پکیج های اینترنت تا 900 درهم و ماهانه 100 درهم تا 200 درهم هم روی بعضی مسائل های ضروری در نظر بگیریم. میمانه دوستان عزیز 1100 درهم مصرف میشه. 1100 نهایت تا 1200 درهم مصرف یک افغانی ما و شما در کشور امارات متحده عرب به عنوان کارگر می باشد. یعنی 1000 تا 1200 درهم معادل 22 تا 23 هزار افغانی مصرف یک هموطن عزیز ما در کشور امارات متحده عرب می باشد. حالا ماش از چند هست؟ 1800 درهم. 1800 درهم ما 1000 درهمش را مثلا بگیریم میآید چقدر؟ 800 درهمی پسنداز ماهانه دارد دوستان عزیز. و طبقه بعدی که بین 800 درهم تا 1300 درهم یک شخصی که ماشش از 1800 تا 2500 درهم است، اینا ماهانه پسنداز میتونه بکنه. این طبقه اول. طبقه دوم که بیشتر شاپینگ هست، عین مصرف داره دوستان عزیز. پول اتاقش مثلا 400 درهم بگیر، 400 درهم خرج خوراک ماهانه زنا در نظر بگیریم، 800 درهم 400 درهم هم مسائل مثلا صحی و بعضی مسائل های خرج های کوتاه روزا مدت روزانه که ما انجام میدیم 1200 درهم مصرف میشه. اینا کسایی کار شاپینگ میکنن ماهانه از 1800 درهم تا 4500 درهم. اینا کسایی که البته تجربه دارن اینا کار میکنن. یعنی پسنداز ماهانه از نا در امارات متحده عرب بین چقدر می باشه دوستان عزیز؟ بین 1300 درهم الی 2500 تا 3000 درهم مصرفی این دسته میاد. و یک تعداد دیگه ای که در اینجا از هموطنان عزیز ما هستن به حساب مثلا فلزکار، اونا هستن شغل فلزکاری در کشور امارات متحده عرب بخصوص شارجه، عجمان، بعضی جاهای صنایع بسیار یک شغل پردرآمد هست. کسایی که در این شغل مصروفیت هستن اونا ماهانه بین 5000 درهم تا 10000 درهم هم فعلا به اساس اسناد صحبت میکنم. یک فلزکار که فوق العاده تلاش داشته باشه و زبان و ارتباط خوب قوی بلد بوده باشه از بین 5000 درهم تا 10 الی 12000 درهم کار میکنه. و یک تعداد از هموطنان عزیز ما که در اینجا هم مصروف گلکاری و یا مثلا استاکاری و یا کارهای ساختمان و بنا انجام میدن، اینا هم درآمدش خیلی خوب هستن. از حساب کارگریش خوب همو بین 1800 تا 3000 درهم در نظر بگیریم کارگریش. ولی کسایی که استاکار هستن اینا هم ماهانه بین 6000 درهم تا 15000 درهم اینا درآمد دارن، چون اینجا در بخش بنایی خیلی کار هست خیلی و یک شغل بسیار پردرآمد هست. اینا هم بخش جزء بنایی کاشیکاری هست که یک موضوع بسیار مهم در کشور امارات متحده عرب هستن، چون اینجا بیشتر بازسازی هست، تمام کارا بازسازی هست و کسایی که به بخش کاشیکاری اینا بلد داشته باشن اینا هم یک درآمد بسیار خوب و بسیار بسیار گفته بعضی ها یک درآمد عالی را برای خود اینا میتونن از اینجا به دست بیارن. اینا هم ماهانه اوسطش در نظر بگیریم بین 6000 درهم تا 17000 تا 20000 درهم هم اینا میتونن به گونه اجاره از اینجا درآمد بکنند. و یک بخش دیگه که در بخش پرزجاجات موتر یک تعداد از دوستای عزیز ما هستن که مثلا ترمیمگاه یا ترمیم میگن یا به حساب اصطلاح وطن ما شما کسایی که مستری هست، اینا هم یک درآمد فوق العاده در کشور امارات متحده عرب دارند، چون دوستای عزیز امارات چهارراهی ماشینالات جغرافیای خاورمیانه، سطح اروپای شرقی و سطح آسیای میانه در کل اینجا از خود تشکیل داده
و تمام موترها به گونه پرزجاج همینجا وارد میشه و اینجا اینا مثلا از بخشای انجینش گرفته تا تمام خرد و بزرگ وسایل موتر اینا از اینجا ترمیم میشن و به کشورهای مختلف صادر میشن. یک شغل هست که ما میتونیم به حساب بگیم از 8000 تا 20000 25000 درهم کسایی که مستری هستن و فوق العاده ارتباطاتش در کشور امارات متحده عرب خوب هستن، اینا درآمد شغلی دارن که به حساب دلار اینا بین $3000 تا $7000 تا $8000 در ماه اینا در کشور امارات متحده عرب درآمد دارن. و یک بخش بعدی که هموطنان عزیز ما در اینجا مصروف به کار هستن بخش اسناد هستن، کسایی که کارهای اداری رو میکنن، بخشای ثبت نام، تایپینگ، ویزا، اینا هم شغلشان متوسط هستن، خوب هستن که متاسفانه فعلا شرایط بازار دبی برای تایپینگ هایی که کاروبارش روی افغانستان باشه ضعیف است، چون ویزا برای افغانستان بند هستن. تعداد ورود و خروج بین افغانستان و امارات کم هستن و درآمد نسبیشان فعلا بین 3000 درهم در ماه تا 15000 درهم 12000 درهم شامل می باشد. این از نمونه شغل هایی بود که دوستای عزیز، هموطنان عزیز ما در کشور امارات متحده عرب درآمد دارند. بین 5 گروه تا 6 گروه که شامل کارگری حادی هست، یک تعداد شاپینگ پرزجاج، میستری، مثلا کسایی که استاد بنا هستن یا کسایی که مصروف داکومنتری یا کارهای دفتری و اداری می باشه. این دسته را ما برای شما دوستان عزیز صحبت کردیم که در برنامه امروز ما مصرف یک نفر عادی تا درآمدش در کشور امارات متحده عربی به معرفی گرفتیم که پایین ترین درآمد از 1500 الی 1800 تا 2500 است. الی کسایی که تجربه کاری یا شغل های بسیار حرفه‌ای نسبتا خوبی داره تا 20000 تا 30000 درهم هم در ماه درآمد یا عاید دارند از کار خود در کشور امارات متحده عرب. در برنامه بعدی دوستان عزیز ما در مورد سرمایه گذاری افغانهای خود در کشور امارات متحده عرب همچنان به شما معلومات میدهیم که پرسودترین سرمایه گذاری در امارات متحده عرب از طرف افغانهای ما چی هست و تا چه اندازه درآمد ماهانه تا سالانه و یا روزانه‌اش می باشد. بازم سپاسگزار هستم از شما دوستان عزیز که همیشه همراه با ما هستید. چنل یوتیوب ما را حتما لایک و سابسکرایب نمایید. بقیه روزتان خوش. خدا نگهدار.